مولانا سیدنا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. از اونجایی که قول دادیم دوستان که این جلسه آخری باشه که سر دوستان رو در میاریم و تا 10:30 هم بیشتر به ما فرصت ندادن، من سریع وارد بحث میشم. سکند ریدینگ رو از همینجا شروع میکنیم به جای اینکه با مقدمه اینها وارد. سلام علیکم. عرض کردیم در جلسات قبل که خانواده نهادی است مستقل و مقدس از نگاه اسلام، متفاوت است از نگاه غربی، نگاهی که در جوامع غربی به خانواده میکنند به عنوان یک نهادی که صرفاً ترازی طرفین، صرفاً تلاقی دو اراده دو نفر دو طرف قرارداد اون نهاد رو تشکیل میده و هر آنچه که اون دو نفر بخواهند سرنوشت اون قرارداد رو رقم خواهند زد. عرض کردیم که این بحث متفاوت از نگاهی که اسلام داره. نگاهی که اسلام در حوزه حقوق و فقه داره نگاهی است به عنوان یک نگاه قراردادی، نگاه معاوضی، اما در نگاه اخلاقی و در نگاه معرفت شناسی، در جهان بینی اسلامی نهادی است مقدس که بسیاری از کارکردهایی که در سطح جامعه وجود داره را خانواده انجام میده. نه تأکید بر فرد به اون شکلی که نهادهای لیبرالیستی هستش در اسلام هست به اون تأکید افراطی، و نه تأکید افراطی بر جامعه در نهادهای کمونیستی و مارکسیستی. بسیاری از قوانینی که در نظام حقوقی اسلام هستش اگر نگاه بکنید شما حول محور خانواده طرح میشه. بسیاری از جرائم جنسی که مجازات‌های بسیار شدیدی داره در اسلام که از حدود به اونها یاد میکنن، بسیاری از قواعد و مقرراتی که در مورد رابطه بین نامحرم هست، زن و مرد، عنصر حیا در اسلام که معادل این عنصر ما در نظامات غربی مشاهده نمی‌کنیم، همه اینا حول محور استحکام نهاد خانواده توجیه و تفسیر میشه در نگاه اسلامی. برای اینکه این نهاد خانواده مستحکم بشه اسلام به تعادل بین روابط زن و مرد معتقده. تعهداتی بر دوش مرد میگذاره و در مقابل اون تعهداتی بر دوش زن قرار میده و این دو تعهد رو به عنوان یک تعهدی که غیر قابل بازگشت از اون هست یاد میکنه. این گونه نیست که ترازی طرفین، اراده طرفین، من کلماتی که کار میکنم شرمنده آقای شمس خلاصه تذکر دادن که بعضی وقتا اصطلاحات حقوقی به کار میبرم. دوستان من عذرخواهی میکنم قبل از این مسئله و توضیح میدم اگر یادم اومد که اصطلاح استفاده کردم. اراده دو طرف این اجازه رو نمیده به طرفین که از اون تعهدات دو طرف عقب نشینی بکنن و اونها رو به کنار بگذارن. عرض کردیم بحث مصلحت نفس الامری رو که چرا تعهد مالی رو بر دوش مرد قرار میده اسلام که زن به هر کاری تن نده، مجبور نشه برای تأمین معاشش به کارهایی که خلاف کرامتش هست تن بده. و عرض کردیم که اگر دست به این تعادل زده بشه، این تیکه عرض نکردیم فکر کنم، آنگونه میشه که به عنوان مثال در همین کبک خودمون 62% از کودکانی که به دنیا میان خارج از نهاد خانواده به دنیا میان، یا مادران تک سرپرست هستن، سرپرست خانواده هستن، یا خانواده هایی که به صورت کامن لا یا پارتنرشیپ با هم دیگه تشکیل دادن. مرد تمایلی نشون نمیده برای اینکه وارد یک تعهدی بشه که بیشتر از اون که حالا به هر طرف میخواد به سمت زن بچرخه، تعهدات بیشتر به نفع مرد باشه یا تعهدات بیشتر به نفع زن باشه. هیچ کدوم از طرفین راضی نمیشن وارد جریان ازدواج بشن، تن بدن به اون تعهدات، در حالی که نگاه میکنن منافعی که براشون داره نسبت به تعهداتی که داره متعادل نیست. لذا میبینید نهادهای موازی شکل میگیره و الان در همین کبک خودمون این به قولی 52% از کودکانی که وجود میان در رابطه کامل لا هستن که مادرشون هیچ گارانتی نداره که فردا این ازدواج، این رابطه تداوم خواهد داشت. فردا صبح که پا میشن ممکنه هر دو طرف جدا بشن و زن در این نظام، در این نهاد هیچ مزیت مالی نسبت به شوهرش نداره، یعنی از شوهرش هیچ تقاضای مالی نخواهد داشت فردا روزی که از همدیگه جدا بشن، ولو اینکه 10 بچه داشته باشه، صرفا میتونه نفقه بچه رو مطالبه بکنه. 3 نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، من سریع نکات رو مطرح میکنم. وقتی بحث میکنیم از عقد نکاح،
در اسلام ما 3 نکته رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. 3 نکته خیلی مهمه. یکی اینکه عقد نکاح همونجوری که عرض کردیم یک معاوضه است، یک قرارداده بالاخره، یعنی در قالب قرارداد مطرح میشه و این معاوضه مرد تعهدی رو میپذیره و زن تعهداتی رو میپذیره و اثر این قاعده عمومی بهش میگن قاعده عمومی در حقوق قراردادها. در حوزه حق نکاح هم بحث حق حبس رو مطرح کردیم که اگر طرفی به تعهدش عمل نکرد، طرف مقابل میتونه به تعهدش عمل نکنه و بخواد طرف مقابل به تعهدش عمل بکنه تا او به تعهد خودش عمل بکنه، که از این به حق حبس یاد کردیم. نکته دوم بحث تفکیک قواعد آمره از قواعد تکمیلی است که هفته پیش بعد از سخنرانی و سر شام بحث شد با یکی از عزیزان که این 2 نکته خیلی مهم هستش. قاعده آمره و قاعده تکمیلی 2 نکته هستش که مخفول میمونه تو این بحثایی که مربوط است به حقوق زنان. قاعده آمره قاعده‌ای هستش که توافق برخلاف اون جایز نیست و 2 طرف این امکان رو ندارن که برخلاف اون چیزی که قانونگذار، شارع، مقنن تقنین کرده و در نظر گرفته توافق بکنن. ببینن قاعده آمره. قاعده تکمیلی چیست؟ قاعده تکمیلی ترجمه همون دیفالت رولز خودمونه در انگلیسی. خودمونه در انگلیسی. دیفالت رولز یعنی که اگر 2 طرف ساکت بودن در یک زمینه‌ای، قواعدی حکومت میکنه. قانونگذار نمیتونه به دیتیل همه چیز، یعنی 2 طرف نمیتونن به دیتیل همه چیز رو توافق بکنن. اگر ساکت بودن در زمینه موضوعی، قانون حکومت داره در اون زمینه. اگر 2 طرف توافق کردن، قاعده تکمیلی میره کنار. پس قاعده تکمیلی 2 طرف امکان توافق برخلاف اون رو دارن، قاعده آمره 2 طرف امکان توافق برخلاف اون رو ندارن. 3 بحث اقتضاء عقده. اقتضاء عقد خیلی بحث مهمی است از جهت شروط ضمن عقد که با قواعد آمره تا یه حدودی همپوشانی پیدا میکنه. اقتضاء عقد یعنی چی؟ یعنی که شما عقد رو بخواید تعریف بکنید از یک عنصری تشکیل شده که اگر این عنصر رو شما بخواید در ذیل یک شرطی مستثنا بکنید، عملا اصل اون عقد زیر سوال میره. مثلا شما عقد خرید و فروش بیع، شما یک عقد بیع خرید و فروش منعقد میکنید، بعد ذیل اون قرارداد شرط میکنید که این مال به تملیک به مال ملکیت علی آقا در نمیاد. مثلا من علی آقا قرارداد با هم می‌بندیم، میگم آقا یه شرط فقط داره، شرط ضمن عقد اینه که این مال به ملکیت ایشون در نمیاد. خب این اساس عقد رو زیر سوال میبره، این شرط باطله چون خلاف اقتضای عقد بیعه. حالا بعد بحث است بین علما و حقوقدانان که آیا بطلان این شرط به بطلان خود عقد سرایت میکنه یا نه. حالا شما اینو دیگه گوش نکنید دیگه، اگه خیلی بحث بشید میشه، چون اراده طرفین بر این، یعنی این گفته من سیب میخوام، این گفته من گلابی میخوام، عقدی منعقد نشده، بس خود عقد هم در واقع باطل میشه. اختلافی بحث. اقتضای عقد، وقتی عقد نکاح رو شما خرد میکنید، محدودش میکنید ببینید که چه چیزی شارع، چه چیزی قانونگذار از عقد نکاح در نظر داشته، به 2 نکته میرسید. یک تعهد مالی، تعهد مرد که تعهدات مالی است، آی نقطه ای نقطه مهریه و نفقه و اجرت و ارضا و اینا که بعد بحث بعدی میشه، و تعهد زن تمکین خاص رو داریم ما که در حوزه بحثای روابط زناشویی است. این 2 در واقع اقتضای عقد نکاح هستش. اگر شرطی کنن ضمن عقد، شرط در واقع عدم نفقه، مرد شرط میکنه که من ازدواج میکنم با این خانم به شرطی که من نفقه بهشون ندم، این شرط باطله از نظر حقوق اسلام. یا یه شرط بکنم به این که ما عقد نکاح می‌بندیم ولی خب تمکین خاص یا همون بحث زناشویی رو استثناء کنم، بگن این اصلا وجود نداره. خب این عقد نکاح از اساس باطل. عقد نکاح بحثی که عقد نکاح باطل است یا نه، ولی شرط میگن باطله. این رو در واقع دوستان توجه داشته باشن. خارج از این حوزه 2 طرف هر توافقی که بکنن لازم الاجراست و به قول حقوقی‌ها نافذه. حق کار، حق تحصیل، حق مسکن، حق طلاق، حق نمیدونم حتی سرپرستی خانوار. اونجایی که میگه سرپرست خانوار مرد است، چون ما یه بحث روابط زناشویی داریم، یه بحث سرپرستی خانواده داریم، 2 تا بحث جداگونه است که این 2 تا بحث‌ها جداگونه بررسی می‌کنیم. قانون مدنی ما میگه سرپرست خانواده مرد است. قانونگذار ما، قانون مدنی ما به صورت آمره اینو مطرح می‌کنه، یعنی به صورت اینکه شما خلاف اون نمیتونید ترازی بکنید، میتونید تقسیم کار بکنید در داخل خانه،
ولی اگه اومد به دادگاه، قاضی اون حکمی که میکنه خلاف اون حکمی هستش که توافقی هستش که شما کردید، چون توافق اخلاقی بوده بین شما. اما در فقه بحثه که آیا سرپرست خانوار مرد هستش، همون چیزی که به عنوان قیمومیت یاد میکنن ازش، آیا این قابل توافق برخلاف اون هستش یا نه، یعنی جزء ذاتی عقد نکاح هست یا نه، که عمدتا میگن میشه خلاف اون در واقع موافقت کنن دو طرف. خب ما وارد بحث تعهدات مالی میشیم. من خیلی نمیخوام این بحثا رو، چون هر کدوم از این بحثا بخواد باز بشه زمان میبره، زمان اونم کوتاه هستش. بحث تعهدات مالی مرد یک بحث نفقه است که خب همه دوستان استحضار دارن. نفقه چیست؟ مخارج عرفی زندگی است و عرف هم بسته به جامعه متفاوت میشه. توی جامعه ممکنه شهری دانشگاه خانم هم در بر بگیره، توی جامعه ممکنه رو در بر نگیره. مخارج عرفی زندگی با توجه به وضعیت زن. و این نفقه هم نکته جالبش این هستش که نفقه بدهیه که جمع میشه. اگر مردی نفقه زنش رو نداد، نفقه که میگم یعنی خرجی زندگی، اگه خرجی زندگی رو نداد، مثلا یه سال نداد، زن تحمل کرد نرفت طلاق بگیره، چون اگر نفقه نداد مرد، زن اجازه حق طلاق داره رایت وی، به صورت اینکه حتی حق طلاق هم نداشته باشه مستقیما میتونه تقاضای طلاق کنه. زن تحمل کرد یه سال بدهی که گردن مرد جمع میشه. یعنی مرد اگه وکیل به عنوان وکالتی بخوایم بهش چیز بدیم یا بهش پیشنهاد میگه سریع زن طلاق بده که این بدهی گردن جمع نشه. این بدهی است که جمع میشه گردن مرد. یعنی این گونه نیست که اگر حالا مرد رو الان ندادم، خب رفتی، یه سال رفت، 2 سال رفت، کش بدیم دادگاه رو که مثلا 3 سال رفت، 4 سال رفت. هر زمانی که مرد نمیده این گردن مرد جمع میشه نفقه. مهریه، یکی از دوستان، یکی از خانم‌ها سوال داشتن که مهریه خب یعنی خرید و فروش زن. مهریه به این شکل نیست در اسلامی. ارزش گذاری مادی زن نیست. قرآن هم صریح قرآنی که و آتوا النساء صدقاتهن نحله، از صداق یاد میکنه قرآن، یعنی راستین بودن پیوند زناشویی. مرد باید یه پیشکش بیاره قبل از اینکه بخواد زن رو ببره خانه خود، باید با احترام، با ارج، با قرب ببره. و میگه صدقاتهن، یعنی این ضمیر هن که به کار میبره به این معنی است که این مال متعلق به زنه، متعلق به پدر یا مادر نیست. اون چیزی که ما ازش به عنوان شیربها یاد میکنیم نیست، به خاطر زحماتی که پدر مادر برای دختر کشیده نیست، متعلق به خود زنه. و نهلم به عنوان پیشکش، یعنی که به عنوان پیشکش، به عنوانی که احترام خودش رو نشون بده به خانواده دختر این کار رو انجام میده. آیا نگاه اسلام به عنوان ارزش‌گذاری مادی خرید و فروش زنه؟ خیر. احادیث متعدد داریم که بهترین زنان امت من کم مهریه ترین اونها هستن. بهترین زشتی زن در افزونی مهریه اوست. احادیث متعدده، یعنی بخواید نگاه بکنید متعدد شما میبینید که سفارش میکنن به اینکه مهریه باید باشه، ولی مهریه متناسب با عرف، متناسب با شأن خانوادگی در واقع هم زن و هم توان مالی مرد، و همین که اون باعث نشه که یک عرفی رایج بشه در جامعه که ازدواج سخت بشه. این نگاهی که در واقع اسلام داره. شرط عدم مهریه باطل است در اسلام. اگر در ازدواجی شرط بشه عدم مهریه، مهرالمثل تعلق میگیره. یعنی اگر ازدواج کردن گفتن، زن گفت من مهریه نمیخوام، خب اگر در ضمن عقد گفته، اگه بعد از عقد زن میتونه ببخشه مهریه‌اش رو، این در این حرفی نیستش. اگه ضمن عقد شرط کردن که این ازدواج به شرطی منعقد میشه که مهریه در واقع زن نداشته باشه، این شرط باطل، زن مهرالمثل میگیره. اگر ازدواج واقع شد مسکوت بود مهریه، مهرالمثل تعلق میگیره. اگر مهریه مذکور بود در عقد، فساد عقد معلوم شد، یعنی معلوم شد عقد سالم نبوده، مثلا معلوم شد این خانم آقا به صورت رضایی خواهر برادر هم دیگه بودن، رابطه زناشویی برقرار شده، مهرالمسمی قرار تعلق میگیره. اگر ازدواج کردند قبل از رابطه زناشویی مرد مردش، نصف مهریه تعلق میگیره، تمام مهریه تعلق میگیره. اگر قبل از رابطه زناشویی در واقع مرد طلاق داد زن رو، نیمی از مهریه تعلق میگیره. یعنی مهریه جزئی از ذات عقده، جزئی از نکاحه. این گونه این جزء تعهد مالی است، میگن مهریه و نفقه مرد نمیتونه از دوش خودش برداره در عقد نکاح. و این مسئله هستش که خب نظر حقوقی و فقهی مطالبش مطرح شده. بحث ارضا و اجرت رو باز بحثی داشتیم با یکی از دوستان جلسه پیش بعد سر شام، که
ارضاع یعنی که زن وظیفه نداره بر فرزندش رو شیر بده. از نظر اسلامی زن تکلیفی به شیر دادن بچه نداره. حالا خانم‌ها هم میگن این خوبه یا بده. این از نظر خانم‌ها مادر تکلیفی به شیر دادن بچهش نداره. خواهیم بیاد نظرسنجی بکنیم. یه قانون درست پیدا شد. خب یکی از آقای میگم یعنی که بچه اصلا به مادر تعلق نداره، بچه مال پدر، زنم نخودیه، همین که اگه خواست شیر بده خواست شیر نده، اینها اینجوری نیست. زن اولویت داره به شیر دادن بچه، اگر خواست میتونه شیر نده. اما اینکه گفتم میتونه اجرت بگیره در مقابل شیر دادن بچه، حالا بحث اجرت گرفتن در مورد کارهای منزل هم عرض خواهیم کرد که اصل حقوقیش چیست. این به این دلیل نیست که فرزند متعلق به مرده، جزئی از نفقه فرزنده. شیر دادن بچه جزئی از نفقه فرزنده که بر عهده پدره. اگر پدر نبود، پدر فوت کرده بود، از اموال فرزند اجرت رو میدن به اجرت شیر دادن رو میدن به مادر بچه. یعنی مادر گفتش که آقا من میخوام در واقع در مقابل شیر دادن بچه اجرت بگیرم. اگر پدر نبود از اموال فرزند میگیرن. اینجوری نیست که بگیم فرزند متعلق به پدره. اگر میگفتیم فرزند متعلق به پدره، پدر نبود، خب میگفت که هیچ دیگه تبرعا میگن فی سبیل الله، خب شیر میده. ولی اینجوری نیست، میگن از اموال فرزند داده میشه. یه اجرت کارهای داخل منزل. کارهای داخل منزل وظیفه زن نیست در اسلام. این یقینی است. یعنی این بحثی که میگم حقوقی آقایون امشب دعوا را نیفته، اخلاقی یه بحث دیگه است. تقسیم کار اخلاقی که میکنیم متفاوته. ما زندگی این به اینا میگن قواعد حقوقی که متعلق به دادگاه است. وقتی شما میای نگاه میکنی سیره ائمه رو، رسول الله وقتی تقسیم کار میکنه میگه کارهای داخل منزل مال حضرت زهرا، کارهای بیرون منزل مال حضرت علی. ولی این قاعده حقوقی است. این متفاوت است از اون تقسیم کاری که ما خودمون در داخل خانه انجام میدیم. اگر دعوا خورد این بحث مطرح میشه. ولی برای اینکه میخوام نظام حقوقی اسلام رو از نگاه حقوقی بحث کنیم داریم بحث مطرح میکنیم. چرا در واقع زن میتونه اجرت بگیره در مقابل کارهای داخل منزل؟ این بحث در روایات، چون باز این بحث مطرح شده بود که این که زن میتونه اجرت بگیره در مقابل کار خونه، اینه که باز زن جزئی از زندگی نیست. یکی از دوستان یکی از آقایان اینجوری مطرح میکرد هفته پیش. نکن روایات صریح روایات میگن که کارهای داخل منزل جزء تکلیف زن نیست. بعد بحث فقهی و بحث حقوقی پیش میاد که اگر کاری وظیفه کسی نبود و طرف انجام داد، از نظر حقوقی ما باید به این فرد اون دستمزد اون کار رو بدیم یا ندیم. ما 3 قاعده حقوقی داریم اینجا: قاعده استیفا، قاعده اصل عدم تبرع و اصل حرمت عمل مسلمان، که مهمترینش اصل عدم تبرعه. عدم تبرع یعنی که بحث است بین فقها و حقوقدانان که آیا اصل بر تبرع است یا عدم تبرع. یعنی چی؟ یعنی اگر کاری وظیفه کسی نبود این کار رو انجام داد، آیا قاعده حقوقی این هستش که فی سبیل الله و مجانی انجام داده، یا اینکه نه اصل بر عدم تبرع، یعنی که مجانی انجام نداده، در مقابل اون مستحق دستمزده. اینجا فقها و حقوقدانان بحث میکنن، میگن کاری که در واقع فرد انجام میده و وظیفش نیست، اینجا این فرد محسن نیست، نگاهش بر تبرعه، مگر اینکه خلاف ثابت شه. یعنی اگر زنی کاری انجام داد مثل شیر دادن بچه که وظیفش نیست، مثل امورات داخل خانه که وظیفش نیست، اصل بر عدم تبرع، اصل بر اینه که زن میتونه در مقابل اون کارها اجرت بخواد. حالا داخل بحث نکاح اختلاف بین فقها که آیا اموراتی که مثل این هستش داخل نهاد خانواده که مبنای اخلاقی خیلی برش حکومت داره، نگاه طرفین بر عدم تبرع تبرعه، یعنی آیا اصل کلی که اصل بر عدم تبرع است، اصل بر مجانی نبودن کارها هست و که ما پذیرفتیم و استنتاج کردیم تو حوزه کلی، در حوزه عقد نکاح که میگیم همون قاعده کلی اعمال میشه، یا نه تو حوزه عقد نکاح برعکس میگیم اصل بر عدم تبرع مگر اینکه خلافش ثابت شه. یعنی زن باید ثابت کنه که از روز اولی که اتو میکشیده و جارو میکشیده نگاهش این بوده که میخواد اجرت بگیره از همسرش. این اختلاف بین فقها که حتی قانون مدنی ما، خب قانون مدنی ما اصلاحی که انجام داده، در صورتی که طلاق به خواست مرد باشه اصل رو بر عدم تبرع گذاشته که مرد باید اجرت ایامی که زن در خانه کار کرده رو مطابق عرف در واقع پرداخت بکنه که رقم قابل توجهی هم میشه.
ساعتی چنده واقعا؟ ساعتی چند؟ نه تقریبا نورمش میشه چقدر؟ نورم که من ارقامی که دارم مال مثلا 8 سال پیش 9 سال پیشه. خیلی اون موقع مثلا برای خانواده‌ای که مثلا یه 10 سال زندگی مثلا زناشویی، من یادم 8 میلیون 9 میلیون 8 9 سال پیش مثلا چیز می‌کردم. مدرک خانم دیگه این تشخیص قاضیه دیگه حالا برای این قضیه. و این هم این شباهت داره به چی نظریات فمینیستی که در حال حاضر وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که این نگاه کنید بگید که آقا زن ناخوادی است. نه اینجوری نیست. نظریات فمینیستی که مبتنی است بر تفاوت جنسی، من نام میبرم از کسانی که تو این حوزه قلم زدن: کارول گیلیگان کتاب نظریه روانشناختی و رشد زن، نل نادینگز کتاب رویکرد فمینیستی به اخلاق و تربیت اخلاقی. معتقدن زن است، افتخار باید بکنه به اینکه زنن نویسنداش، افتخار باید بکنن به اینکه زن هستن، میتوانن فرزند متولد کنن، میتوانن فرزندشون رو تغذیه کنن، اما جامعه برای این کار باید ارزش گذاری اقتصادی کنه. نباید این کار، این وظایف، این تکالیفی که زن در واقع بر عهده میگیره، همسری، مادری، باعث میشه که زن از چرخه اقتصادی خارج بشه. در مقابل این کاری که زن در واقع انجام میده باید ارزش گذاری اقتصادی صورت بگیره و در مقابل اینها باید به اون پرداخت بشه تا جامعه ارزش بذاره، قدر بدون کاری که زن در واقع داره انجام میده. این یعنی این نگاه کلی است. سوالا میخواید آخر چیز کنم دیگه دست آوردی بالا دیگه. خلاصه بحث ارث رو که خب مطرح کردیم. اون جلسه حدیثی که از ابن ابوالعوجا از امام صادق نقل شد، امام حسن عسکری، فکر کنم دیگه وقت نباشه واردش بشیم و اینها. اما تنها یه نکته خدمتتون میگم: ارث تلک حدود الله، قرآن میگه. قواعد ارث قواعدی است آمره، قطعی، نص قرآنه. و بعضی از فقها تو گفتن خلاف اون کسی حتی اگر نظر بده این ضروری دینه، که از دین خارج شده. چون خدا اونجایی که خدا میگه تلک حدود الله، خدا میگه این دیگه خط قرمز منه، از این خط قرمز من به قول فرانسه بده پس کنی دیگه شما که از دین رفتی بیرون. و نظراتش دیگه حالا اینکه برای چی همه جا ارث زن نسبت به مرد متفاوت نیست، بسیار جا یکی هست، بسیار جا با هم در میاد، با هم متساوی در میاد. اختلافاتی که هست در خصوص زن و شوهر است و در خصوص دختر و برادر، یعنی خواهر و برادر. و مستندش هم بحث همون اختلاف تعهدات مالی است که خب به نفع، یعنی به ضرر مرد وضع شده. این رو در واقع امام صادق و امام حسن عسکری صراحتا میگن دلیلش بر اون هستش، دلیلش بر این نیست. تکلیف زن به تمکین خاصه، اطاعت عام ما در اسلام نداریم. این فکر غلطی که جا افتاده که هرچی مرد گفت زن باید بپذیره، ما هم چیز در اسلام نداریم. حتی من فتوای دیدم از آیت الله سیستانی که مرد حتی حق نداره اجبار کنه حجاب رو به زنش، دیگه به این صراحت دیگه. حتی در حلال و حرام الهی مرد فقط وظیفه امر معروف نهی از منکر داره، حق اجبار نداره. آن چیزی که در عقد نکاح به مجرد اینکه زن قبل تو رو گفت واجب میشه بر زن، در واقع بحث همون تمکین خاصی در روابط زناشویی، اگر مانع عقلی، شرعی، عادی، عرفی وجود نداشته باشه. اگر موانع بود، اون موانع وجود داره، ولی اگر این موانع نبود، زن اجازه نداره سرباز بزنه از در واقع تکالیف و وظایف زناشوییش. اون چیزی که حالا فمینیستای امروزی بهش میگن تجاوز مرد به همسرش، هم چیزی اگر زن موانع عادی، عرفی، عقلی، شرعی، قانونی نداشته باشه، هم چیز در اسلام وجود نداره. خدمتتون بگم دیگه این رو رد کنم. خروج از منزل. خروج از منزل هم ذکر کردن. عده‌ای از فقها معتقدن خروج از منزل که با اجازه شوهر باشه یا با رضایت شوهر باشه، زیر مجموعه تمکین خاصه. یعنی در جایی مرد اجازه داره که با حق خودش در امور زناشویی تنافی داشته باشه، به صورت عام نیست. یه سری از فقها معتقدن به صورت عامه، اما معتقدن قاعده تکمیلی است. یعنی چی؟ یعنی دو طرف میتونن خلاف اون رو توافق کنن در ضمن عقد. زن بگه آقا من حق خروج دارم بدون اجازه شوهر. و اگرم توافق نکردن، بسیاری از موارد وجود داره که مرد اجازه نداره مانع خروج زن بشه، که موارد اینا در
رساله‌های عملی ذکر شده که در چه مواردی است که مرد اصلا اجازه نداره در واقع مانع خروج زن بشه و اونجا هم که اجازه داده شده به مرد گفتن مبتنی است بر مصالح خانوادگی، یعنی مبتنی بر استبداد، زورگویی نیست اینکه مرد بگه من دلم میخواد تو نری. اینجوری اصلا نداریم. بعد بر مبنای یک مصلحت خانوادگی باشه. یک فتنه هست، یک اتفاقی هستش، اگر زن وارد اون بحث بشه قانون خانواده رو به آتش میکشه یا خانواده دچار مشکل میشه. باید یک مصلحتی پشت اون باشه در واقع تا بر مبنای اون مرد مجاز خواهد بود که اون مطلب رو مطرح کنه. ولی خب قاعده تکمیلی است، میگم در خصوص خروج از خانه جزئی از عقد نکاح نیست. قاعده تکمیلی است که اگر دو طرف برخلاف اون تعهد ترازی کنن و توافق کنن هیچ مانعی نداره تا زمانی که با بحث تمکین خاص که قاعده عامره است تعارضی نداشته باشه. خدمتتون بگم بحث حق طلاق خیلی مفصله، اگه بخوام واردش بشم مسلماً کاور نمیکنه بحث رو. نه دیگه من دیگه خسته شدم دوستان از ما. نه بالاخره یه تنوعی هم باشه. حق طلاق تعدد زوجات، این دو تا نکته هستش که اگر رخ شده در سوالات بود بهش خواهیم پرداخت. من ترجیح میدم وارد بحث‌های خانوادگی بشم، یعنی بحث اینکه مرد سرپرستی و مدیریت خانواده و مرده. نکته که از دوستان یکی از خانم‌ها مطرح کردن هفته پیش بحث اذن پدر در ازدواج دختر بودش که چرا به این گونه است، چرا دین بین پسر و دختر تفاوت قائل میشه. نکته اول اینه که فقها احتیاط واجب دادن، اختلاف بین فقها. یه دست فقها معتقدن پدر اجازه نداره، ولایتی نداره در این زمینه بر دخترش در امر ازدواج و صراحتاً فتوا دادن. خب میدونید در فقه اصل بر عدم ولایته، اصل بر این است که کسی بر کسی ولایت نداره مگر اینکه نصی وارد شه که اون ولایت رو جعل کنه. نصی که وارد در این زمینه بر بحث ازدواج دختر قوی نیست روایتش، برای همین اختلاف بین فقهاست. فقهایی که فتوا دادن احتیاط واجب دادن. احتیاط واجب یعنی گفتن احتیاط واجب اینه که دختر قبل از این میخواد ازدواج کنه، دختری که دوشیزه است از پدرش اجازه بگیره. وقتی میخواد اذن بگیره، خب احتیاط واجب، شما در احتیاط واجب میتونید مراجعه کنید به فقهای دیگه، به مراجع دیگه. یعنی شما به آستانه اگر واقعا دختری مشکل داره، یعنی واقعا کسی با این موضوع مشکل داره، این توصیه من نمی‌کنم به کسی، ولی خب این که مثلا میگه من مقلد آقای فلانی هستم، شما میتونید مراجعه کنید مثلا به آیت الله گلپایگانی که فتوا داده صریحا که پدر ولایتی نداره در این زمینه، صراحتاً فتوا داده. این نکته اول. نکته دوم اینه که اولا که شرط صحت عقد نیست. اذن پدر در ازدواج دختر دوشیزه شرط صحت عقد نیست. اگر دو طرف ازدواج کردن بدون اجازه پدر، عقد باطل نیستش، نهایتاً یک گناهی مرتکب شدن. این نکته دوم. نکته سوم این استش که پدر باید در چارچوب مصلحت دختر تصمیم گیری بکنه. صرف این که من دلم نمیخواد شما با این آقا با این پسر ازدواج بکنی باعث میشه که ولایت ساقط بشه. یعنی باعث نمیشه که، یعنی اینجوری نیستش که پدر ولایت نداشته باشه در اون کیس. میگن ولایت پدر ساقط میشه. اصطلاحی که استفاده میکنن فقها اینه. یعنی ولایت پدر ساقط میشه. اما چرا این حکم رو گذاشتن؟ خب نگاه کنید شما، ارتباطی به سن و عقل نداره. یک دختری که دوشیزه است ممکنه 40 سال 45 سالش باشه اجازه پدر میخواد. دختری که مطلقه است بیوه است میخواد 15 سالش باشه 16 سالش باشه اجازه پدر نمیخواد. بعد یه ذره با قولی فکر بکنیم به این مسئله، خب مشخص میشه دلیلش. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که اولا خب دختری که تا حالا ازدواج نکرده، چی میگن صابون مرد تنش نخورده، هنوز با مردان آشنا نیست، مرد ناآزموده است. دو اینکه بالاخره یه چیز قطعی است بین ما، اینه که ازدواج ناموفقی که یک در واقع صورت میگیره، یک زوجی ازدواج میکنن، نه ازدواج ناموفق در میاد از هم، خدای نکرده. آن چیزی که دختر دوشیزه از دست میده قابل مقایسه با آن چیزی که پسر از دست میده نیست. این یه حقیقته، حالا چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، یعنی یه حقیقتیه. یعنی پسری که طلاق میگیره امکان ازدواج مجدد براش بیشتر فراهمه،
دختری که طلاق میگیره یا حالا بیوه میشه امکان ازدواج مجدد براش کمتر فراهمه و ضربه روحی که میخوره بیشتر از ضربه هستش که مرد میخوره، پسر میخوره. و خب فقهایی که سعی کردن این روایات ضعیف رو یه جوری کش بدن تا احتیاط واجب برسوننش، من اینجوری میخوام بهتون بگم، کش بدن که به احتیاط واجب برسوننش، که یه چیزی برای پدر قرار بدن اینجا. این مصلحت رو میدیدن، یعنی این مصلحت رو میدیدن که بالاخره پدر یه طرف مشورت میتونه باشه دیگه. مثلا تو این جامعه‌ای که یه نفر میاد فردا مثلا یه ماه بعد در میاد مثلا انواع اعتیادا رو داشته، اهل کار نیست، اهل زندگی نیست، غربال میکنه پدر دیگه. یعنی ما نگاه میکنیم زندگی خودمون رو، حالا حتی اونایی که در داخل دانشگاه آشنا میشن با هم دیگه، وقتی وارد حوزه خواستگاری و تقاضای رسمی برای ازدواج میشن، پدر میاد با معیارهای خودش اون پسر رو تطبیق میکنه. پسر باید بالاخره کسی که میخواد ازدواج کنه باید اهل کار باشه. حالا نمیگم آلردی کار داشته باشه، وضع مالش خوب باشه، ولی آدم باید باشه که به قول خودم جنم کار کردن رو داشته باشه. آدم باشه که معتاد نباشه، آدم باشه که از یک بک‌گراند خانوادگی روشنی باشه، آدم باشه که همکف باشن. اینا معیارایی هستش که فقط صرف محبت و عشق طرفینی تضمین کننده بقای خانواده نیستش. این چیزا میاد به کمک اونها. ولی خب باز اگر کسی مشکلی داره با این حکم، میگه به قول احتیاط واجب بوده، شرط صحت عقدم نیست. یعنی کسی ازدواج کرد این قواعد درش حکومت نخواهد کردش. بالاخره پدر میتونه مذاکره کنه برای مهریه. وقتی یه اجازه‌ای داره، دختر سخت‌تر برای خودش که بخواد وارد مذاکره بشه. بالاخره بعضی خانوما وقتی شما این طرف خود رو میشناسی خوب، فردی قابل اعتماد، خب میگی که من خیلی رو مهریه اینا اصرار نمی‌کنم، یا مثلا قصد فرهنگ سازی دارید حتی. اما وقتی طرفتون رو خیلی نمیشناسید، خیلی بک‌گراند 5 دقیقه دیگه خیلی نمیشناسید، من حق اذانت رو هم بگم و بعد دیگه انشالله وارد پرسش پاسخ میشیم. وقتی نمیشناسید طرف خودتون رو، یه ضمانت مالی محکمتری میخواد که فردا مثلا اینجوری نشه که فردا صبح به سر بلند شد یه دعوای کوچیکی شد بگه آقا من دیگه این خانواده این زندگی رو نمیخوام، بریم دادگاه. حداقل یه موانع مالی جلوش باشه، حداقل عقل اینجوری حکم میکنه دیگه. خب برای این بحثای مالی کی بهتر میتونه مذاکره کنه؟ پدر میتونه مذاکره کنه. دختر میخواد زندگی کنه، بعدا میخوان با هم دیگه بدن تفریح اینا، بگه مثلا یادتون روز تو برای یه دونه سکه بیشتر مثلا چونه میزدی. وقتی پدر میاد وسط، پدر میگه من اجازه در واقع اذن بحث زناشویی دخترم رو دارم و وارد میشه به نفع دخترش مذاکره میکنه. به قول اینایی که نگوشیتر هستن لورج میده به دختر در مذاکره‌ای که میخواد برای بحث ازدواج بکنه. بحث حق اذانت رو بکنم، باز همین بحث چون سر شام مطرح شد میگم این بحثای سر شامی خیلی بحثای جالبی هستش. حق اذانت، باز یکی از دوستان اینگونه مطرح کردن که حق اذانت یعنی که باز مثلا مادر چیز نیست، مادر فرزند، یعنی بچه مال مادر نیست، مال پدره مثلا، اینجوری که دین قرار داده و اینها. این گونه نیستش. قرآن صراحتاً تو همون آیه‌ای که برخی استناد میکنن همونجا میگه اولادهن، میگه فرزندان زنان، یعنی فرزند رو هم به مرد و هم به مادر و هم پدر نسبت میده. اینجوری نیست که متعلق به یکی باشه به دیگری نباشه. حتی اگر وقتی که طلاق صورت میگیره و دو طرف از هم دیگه جدا میشن، باز روابط خانوادگی و حقوقی که بر گردن والدین و فرزند هستش سر جای خودش میمانه. اما یه نکته ظریفی هستش، ما یک تفکیکی داریم به اسم حق و حکم در حقوق. این نکته خیلی نکته ظریفی هستش. حتی من حق اذانت رو میگم یه جوری به آقایون ظلم شده اینجا، برخلاف اون دوستانی که میگفتن چیزا. اینی که اون حقی که برای زن جعل شده در بحث حضانت حق است، اما حضانتی که برای مرد قرار داده شده در اسلام حکم است. مرد نمیتواند از خودش سلب تکلیف کنه در خصوص نگهداری فرزند، ولی زن میتونه سلب تکلیف کنه. یعنی برای زن حق قرار داده شده که بتونه فرزند رو پیش خودش نگه داره یا نگه نداره. اگر زن با خواست ازدواج مجددی بکنه، همسر دومش شرط، همسری که میخواد باشه ازدواج کنه، اون مرد شرط گذاشت که فرزندانت نباید خانه ما بیاره. حالا نگاه نکنیم الان خانواده ما 2 فرزندی 3 فرزندی یعنی اینا، نگاه کنیم به خانواده‌ای که ممکنه مثلا 7 8 تا فرزند باشه، 6 فرزند باشه، بخواد خانم مثلا 5 6 تا فرزند ببره خونه چیز اینا، میگه شرط میذاره نه من نمیتونم این کارو بکنم.
خب زن قرار میگه توی دورایی زندگی خودش یا اینکه مثلا این فرزندها رو چیز بکنه، اسلام بهش اختیار داده که این حق حضانت رو از خودت سلب بکن. میتونی بگی من نمیخوام، ولی مرد نمیتونه خودش سلب بکنه. یعنی من خودم کیس سراغ دارم از خویشاوندان خودمون، موقعی که طلاق واقع شد یک فرزند معلول بود تو خانواده، یک فرزند غیر معلول سالم. مادر فرزند سالم رو برد، حق حضانتش رو عهده گرفت، فرزند معلول موند با پدر. پدر نمیتونه خودش سرباز بزنه. یعنی این چیزی هستش که حکم بهش میگن در حقوق. شما حقی اسم ممکن بشه که حق حضانت، ولی حق ماهیتش حکمه که شما حق سلب از خودت نداری. حق حضانت در اسلام تا 7 سالگی برای دختر با مادره، از 7 تا 9 سالگی با پدره، از 9 سالگی که دختر بالغ میشه اختیارش با انتخابش با خودشه. همون فیلم جدایی نادر از سیمین دیدی، دختر میخواد با پدر بمونه یا با مادرت بمونه، دختر انتخاب میکنه. پسر اختلافی است بین فقها. بعضی از فقها، مشهور فقها گفتن تا 2 سالگی، عده از فقها گفتن تا 7 سالگی. اصلاحیه قانون مدنی ما کرد تا 7 سالگی، یعنی تا 7 سالگی پسر با مادره، حضانتش با مادر، 7 تا 15 سالگی با پدر، 15 سالگی هم انتخاب میکنه. اما اون 7 تا 9 سالگی یا 7 تا 15 سالگی که با پدر هستش انحصاری نیست، یعنی میتونن توافق بکنن که با هم دیگه، یعنی پدر میتونه توافق کنه که فرزند با مادرش بمونه، اینجوری نیست که انحصاری با پدر باشه. و فتوا هم هستش که از اکثر فقها فتوا دادن که اگر عسر و حرج بیاره، این فتوای صریحه دیگه، اگر جدایی فرزند از مادر باعث عسر و حرج هر یکی از اونها بشه، یعنی باعث عسر و حرج یا مادر بشه یا فرزند بشه، قاضی باید در واقع حضانت رو پیش مادر نگه داره. این فتوای صریح هستش و قضات هم به این فتوا عمل میکنن. اگر سختی ایجاد بشه، یعنی فرزند یک شرایطی داشته باشه نیازمند رابطه نزدیک با مادرش داشته باشه، یا مادر بگونه باشه که بدون فرزند نمیتونه زندگی بکنه، قاضی اینجا در واقع فتوا میده که فرزند حضانتش با مادر بمونه. خدمتتون بگم که دیگه وقتمون هم که تمام است، عرضمون تمام نیست. من یک نتیجه گیری بکنم. یکی این که خب عرض کردیم خدمت دوستان که خدا زن آفرید و مرد آفرید و به هر دو روح داد و این روح مشترک است بین زن و مرد. روح مؤنث و مذکر بر نمیداره. خطاب دین به مرد است و به زن، و به زن و مرد از زن و مرد خواست خانواده تشکیل بدن برای تربیت فرزند، برای اینکه به همدیگه جعل بینکم مودة و رحمة لتسکنوا الیها، برای اینکه به همدیگه آرامش بگیرن. در حوزه اجتماعی قاعده کلی لزوم خدمت رسانی هم زنان و هم مردان است و جامعه تابع یک سری شرایط کلی است که این شرایط کلی هم به مردان حاکم است و هم به زنان. اما اسلام معتقد است به یک تعادل در این زمینه بین رابطه زنان و مردان. تکلیف رو از دوش زنان برداشته. بعضی جاها برای تکلیف زنان هستش. عرض کردم اون جایی که مرد متهمه، مثل اون جایی که امیرالمومنین متهم بود به قدرت طلبی، حضرت زهرا میاد وسط، یا اون جایی که اصلا مردی نیستش که حضرت زینب میاد و اون قائله تاریخی رو برپا میکنه. یا همین بحث منشور ارزش‌های کبک که گفتیم حجاب، مرد متهمه، مثلا ما بریم حرفی بزنیم میگن شما خودت میخوای حجاب رو نگه داری که زن شما تحت انقیاد شما باشه. خب زن من باید بره صحبت کنه و دفاع بکنه از این قضیه. در حوزه روابط زناشویی اسلام به یک حد وسطی معتقده، یک در واقع نه افراط نه تفریط، یک حد متعادلی که دو طرف ترغیب بشن وارد ازدواج در واقع رابطه زناشویی بشن. و این در واقع این تعادل معتقده که اسلام باعث ارتقاء جایگاه زنان میشه. اسلام معتقد نیست به زن شرمنده، به زنی که شرمنده است از اینکه اندام‌های جنسی زنانه داره، اندام‌های مادری داره، به زنی که میخواد همیشه خودش رو در رقابت با مردان ببینه. اسلام اعتقاد به این نداره، معتقده که زن باید زن باشه و افتخار کنه به این زن بودن، و مرد هم باید قدر زن بودن زنش رو بدونه و تجلیل کنه از زنش. مردی که بخواد در واقع، زنی که بخواد خودش رو در رقابت با مردان بندازه، اون چیزی که نگاه‌های فمینیستی الان حاکم هستش، جز حسرت و جز یک رقابت پوچ و یک حس در واقع همیشه عقب افتادگی، همیشه این که من عقب هستم. خب الان همین شما نگاه بکنید در آمارهایی که هستش، 9 رئیس دولت از رؤسای دولت زن هستن که فمینیست همش اعتراض میکنن.
13% نمایندگان پارلمان تو کل دنیا زن هستن و تو خود NGO ها که مثلا نماد بارز تفوق نگاه زنان هستش، 20% از سینیور آفیسرهای NGO ها خانم هستن. خب این نگاه این که ما به هر گونه شده بخوایم 50% این رو بگیریم، این نگاه رو اسلام قبول نداره. اسلام معتقد است به توانمندسازی، دوره‌های آموزشی، اینکه زن توانمند بشه، جایگاه اجتماعی باز بشه که زنها بیان، اما اینکه زن رو تحت یک اجبار روحی و فکری قرار بدیم که چون تو داری مادری میکنی، چون داری فرزندداری میکنی، چون داری همسرداری میکنی و در خانه نشسته یا داری به اون چیزایی که علاقت هست ولی درآمدزا نیست میپردازی، داری عقب میافتی، اسلام اینو قبول نداره. این اجبار روحی که به هر شکل شده شما از خانواده خارج بشید و بخواید وارد جامعه بشید. و الغای مطلبم به دخترانمون متاسفانه باعث خواهد شد که در زندگی آینده زندگی موفقی نداشته باشن، همیشه شرمنده باشن، همیشه خودشون در یک رقابت با پسران و مردان ببینن و همیشه از اینکه زن هستن پشیمون بشن، یا تشکیل خانواده نخواهند داد چون ما یک سری ارزش‌های خودمون داشتیم تا اینجا اومدیم. از اینجا به بعدش یا نسل ما اگر با این فکر رشد بکنه یا ازدواج نخواهد کرد، یا اگر ازدواج کرد دختر ما در زندگی مشترکش زندگی موفقی نخواهد داشت، لذت نخواهد بود از زندگی مشترکی که با همسرش در آینده خواهد داشت. من تشکر میکنم از دوستان بابت این 4 جلسه‌ای که خیلی زحمت دادیم خدمتتون دوستان، سرتون رو درد آوردیم. موضوعات متعددی هستش که هنوز بحث نشده، از جمله اونها بحث حجاب، بحث تعدد زوجات، بحث ازدواج موقت، بحث حق طلاق که خب سوال هست، بحث هستش و باید در یک وقت مقتضی به دیتیل بحث بشه. بحث دیه زنان هستش. اینها رو انشالله حالا در فرصت‌های بعدی اگر وقتی شد، خلاصه حتی روز مادرم هستم یک شنبه که داره میاد روز مادر، خب خیلی جالب شد که ما با روز مادر اسلامی شروع کردیم، به روز مادر خلاصه کانادایی ختم می‌کنیم و اینها انشالله که بشه در فرصت‌های بعدی در خدمت دوستان باشیم. بنده در خدمت دوستان هستم. بفرمایید. حالا سوال زیاد پیش اومد، چون بحث پیش نبودم، هم سوال مربوط به این جلسه هم می‌پرسم. قبل از 7 سال این حضانتی که با مادر این حکمه یا حقه؟ یعنی اونم حضانت با مرد توی چیزش هست؟ ایفات با مرد اگه زن نخواست نگه داره، مرد باید نگه داره. و در زمانی که حق حضانت هست با زن، مخارج با مرده، یعنی مرد باید مخارج در واقع چیز رو بده، بعد زن هم اجازه داره، این هم قابل توجه خانم‌ها، که برای حضانت از فرزندان اجرت بخواد از مرد. یعنی وقتی جدا شدن دیگه اینجا دیگه اصل بر عدم تورع میشه، چون وقتی طلاق گرفتن دیگه اون ماه عسل تموم میشه. زن میگه من برای حضانت فرزند غیر از خرج فرزند باید اجرت بخوام و بعد در واقع اجرت رو بده به مرد، باید هزینه رو بده. اگر که طلاق به درخواست مرد باشه باید اجرت بده، چرا وقتی درخواست زن نباید اجرت بده؟ من قانون رو گفتم، قانون ایران رو گفتم. قانون ایران میگه اگر مرد میخواد مانع بذاره جلوی پای مرد برای طلاق، یکی از موانعی که میذاره اینه که میگه اگر مرد تقاضای طلاق کرد، من فرض حقوقیم رو در بحث اجرت بر عدم تورع میذارم. یعنی باید پول اجرت زن رو بده در طول سالایی که در زندگی در خانواده در خانه کار کرده. فرض اصل رو به نفع قانونگذار میتونه دخل و تصرف کنه دیگه. قانونگذار جوابگو نیست به کسی که یعنی استدلالش رو اونجایی که قانون ساکته ما به اصل رجوع میکنیم. قانون اونجا سکوت نکرده، گفته اگر مرد تقاضای طلاق کرد، زن دیگه لزوم نداره اثبات کنه که من از روز اولی که کار کردم اصل بر عدم تورع بوده. قانونگذار میگه در واقع عدم تورع زن میتونه در واقع تقاضا کنه اون ایامی که اون زمان کار کرده مثلا چیز. بفهم.